1400 سال پیش، درست زمانی که اعراب دختران خود را زنده به گور می کردند، ایرانیان نخستین پادشاه زن جهان را بر تخت نشاندند. او کسی نبود جز پوراندخت، دختر خسرو پرویز ساسانی، کسی که در جنگ ها به پدر کمک می کرد و شمشیرزن ماهری بود. پوراندخت پس از رسیدن به تاج و تخت، با اجرای قوانین عادلانه، کاهش مالیات و ضرب سکه، ثبات در ایران را به ارمغان آورد. فردوسی درباره او چنین میگوید: چنین گفت دخت پوران که من نخواهم پراگندن انجمن، کسی را که درویش باشد ز گنج، توانگر کنم تا نمانند برنج. مبادا ز گیتی کسی مستمند، که از درد او بر من آید گزند. ز کشور کنم دور بدخواه را، برآیین شاهان کنم گاه را. به گفته فردوسی، پوراندخت بیمار شد و حکومتش 6 ماه بیشتر طول نکشید. برخی هم میگویند 1 سال حکومت کرد و در آخر در اتاق خود به قتل رسید. تو هم اگه میخوای بیشتر با تاریخ پر افتخار سرزمینت آشنا بشی، پیج جهان باستان رو فالو کن.